شهری وسط کویر. معماری قدیمی شهر یزد زیباست. خانه‌های قدیمی در این منطقه گرم و خشک بدون استفاده از هیچ منبع انرژی دیگری فقط توسط برج‌های بادگیر و جریان باد خنک می‌شود. بادگیر از نمادهای تمدن ایرانی است. قبل از اختراع کولرها و گسترش آن در شهرهای مختلف، مردم برای خنک شدن از بادگیر استفاده می‌کردند. بادگیر با تخلیه هوای گرم و جایگزینی آن با هوای خنک در تابستان، فضایی مطبوع و دلپذیر در منازل به وجود می‌آورد. قسمت بالای برج بادگیرها از شکاف‌های عمودی تشکیل شده تا جریان‌های سریعتر باد را به داخل ساختمان منتقل کند و قسمت پایین آنها به اتاق خنکی ختم می‌شود. درون برج بادگیرها کانال‌هایی وجود دارند که جریان‌های سرد و گرم هوا را از هم جدا می‌کند. بادگیره مارکت بادگیره هم دولت. شهر تاریخی یزد به شهر بادگیرها معروف است. در این شهر مرتفع‌ترین بادگیر جهان یعنی بادگیر باغ دولت‌آباد وجود دارد.